این خونه حدوداً اینجوری که میگن از سال 1225 ساخته شده. این جلیقه بود. این توش از اون پول خورد میرفتن، ما پول خورد دشایی پنجشایی مینداختن. روز عید که میشد بچه‌ها میدومیدن میرفتن خونه که خدا ما عیدی پول بگیریم. بقیه جا میرفتن، بعضیاشون پول میدادن، بعضیاشون هم مثلا تخم مرغ میگرفتن، شیرینی میگرفتن که اون روز عیدیشون خوش بگذارن. دیدن بچه هاشون میمیرن فراری داد. یک گروه اومدن تو سالکده همونجا خونه زندگی درست کردن، دهی رو به وجود آوردن شد به نام سالکده. این از اونجا معروفی که این خونه هم اولین کسی که اومد اینجا بنا کرد از همون بیماری طاعون فرار کرده بود، اونم از شیراز که اومد اینجا خونه ساخت. دست شما چایی. این خونه این بوده. حالا عکس تو پیج هم هست کامل دیگه نسبت. خونه مخروبه بوده اصلا. این باعث شد که من این خونه رو دوباره احیا کردم. چون یه بار اومد گفت این خونه رو درست کن، من 4 تا اتاق واسه نقاشی بکنم. به همون 97 اینجا افتتاح کردیم.